سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. امروز میخوام راجع به ضمیرها، اینکه چی ان، کاربردشون چیه، کجاها میتونیم ازشون استفاده کنیم و انواعشون کدوم ها هستن باهاتون صحبت کنم. من قبلا تو یه ویدئویی با عنوان Parts of Speech یا اجزای کلام بهتون گفته بودم که همه کلمات در زبان انگلیسی در 9 دسته طبقه بندی میشن. این 9 دسته اسمها، صفتها، ضمیرها، حروف اضافه، فعلها، قیدها، وابسته‌های پیشرو اسمی و حرف ندا بودن. یکی از شما ازم پرسید که میتونم آیا بیام کاملتر، مفصلتر راجع به ضمیرها صحبت کنم؟ البته، چرا که نمیشه. تو این ویدیو میخوام راجع به ضمیرها باهاتون صحبت کنم. قبل از اینکه راجع به ضمیرها باهاتون صحبت کنم، میخوام این متن رو یه نگاهی بهش بندازید. من توی این متن یه کلماتی رو پررنگ کردم و با رنگ قرمز براتون مشخص کردم. سوال دارم ازتون که آیا تمام کلماتی که من با رنگ قرمز مشخص کردم، مثل my، مثل her، مثل she، مثل these، مثل I، همه این کلماتی که من با رنگ قرمز براتون مشخص کردم، آیا همه اینها ضمیره یا نه؟ یه لحظه به این کلمات نگاه کنید. حالا که جواب دادی، بذار برای شناسایی ضمیر یک شاه کلید بهت بدم. نکته اول برای شناسایی ضمیر اینه بچه‌ها. نکته اول، شاه کلید اول. یک، ضمیر کلمه‌ایه که به جای اسم یا به جای عبارت اسمی میاد. وقتی میگم به جای اسم و به جای عبارت اسمی میاد، معنیش اینه بچه‌ها، همراه با اسم نمیاد. این شاه کلید شناسایی ضمیر هاست. یه بار دیگه با توجه به همینی که من گفتم به این متن نگاه کن. نمیخوام متن رو بخونی معنیش کنی، نه، فقط با توجه به این شاه کلیدی که من بهت دادم یه بار دیگه بهش نگاه کن. سوال میپرسم، آیا مای که اینجا استفاده کردم ضمیره؟ آیا her که اینجا استفاده شده ضمیره؟ دارم برات درست خط میکشم. آیا این هر دومی که اینجا استفاده شده ضمیره؟ اگه به هم گفتی و جواب دادی که نه، این مای ضمیر نیست، این همراهیه که اسم اومده، نه به جای اسم، my friend، این ضمیر نیست. اگه به هم گفتی her اینجا ضمیره چون تنها استفاده شده، اسمی بعدش نیست. اگه به هم گفتی این her چون بعدش یک عبارت اسمی اومده و همراه با عبارت اسمی اومده، ضمیر نیست، یعنی تو از شاه کلیدی که من بهت دادم درست داری استفاده میکنی. پس شاه کلید اول ما اینه، ضمیر کلمه‌ایه که به جای اسم یا عبارت اسمی میاد، نه همراه با اسم و عبارت اسمی. شاه کلید دوم بهت بدم. هر ضمیری به یک مرجع رجوع میکنه. یعنی چی هر ضمیری به یک مرجع رجوع میکنه؟ اگه تا اینجا رو یه لحظه بخونیم با هم، تا اینجایی که من الان بردابی کردم، این دو خط رو با هم بخونیم، الان بهت میگم یعنی چی هر ضمیری به یک مرجع رجوع میکنه. My friend Sarah loves to spend her free time drawing. She often uses her new sketchbook and it is full of beautiful pictures. Yesterday, I wanted to help her, so I bought her some new pencils. من دو تا ضمیر رو اینجا برات مشخص میکنم. یکیش
ایته و دومیش هریه که ما قبلا هم بررسی کردیم. اگه ازت بپرسم این ایت به چی رجوع میکنه، این ایت داره راجع به چی صحبت میکنه، تو به هم میگی این ایت برمیگرده به این نیو اسکچ بوک. این ضمیر میشه این مرجع ضمیر. اگه بهت بگم I wanted to help her، این her به چی رجوع میکنه، تو به هم میگی این her داره به سارا رجوع میکنه. این her میشه ضمیر، این سارا میشه مرجع ضمیر. اوکی؟ پس دو تا شاه کلید من بهت دادم. یک، ضمیر کلمه است که به جای اسم یا عبارت اسمی میاد. دو، هر ضمیری هم یه مرجع ضمیر. من میخوام مفصل‌تر راجع به این صحبت کنم. هر ضمیر به جای اسم یا عبارت اسم. بریم صفحه بعد. حالا که یاد گرفتی به جای اسم میاد، دوباره میخوام یه تلنگری بهت بزنم و بهت بگم که به این آقای خوشتیپ نگاه کن. داره دو تا جمله با معنی یکسان میگه. جمله اول This is my car. من دو تا کلمه رو مشخص میکنم توی این جمله، this و my. جمله دوم This car is mine. دو تا کلمه رو تو جمله دوم هم مشخص میکنم، this و mine. سوال، تو جمله اول آیا این this ضمیره؟ تو میگی بله، به جای اسم یا عبارت اسمی اومده، بعدش یه اسم یا عبارت اسمی نیست، پس ضمیره. اوکی؟ حالا چه نوع ضمیری؟ میگی من نمیدونم. تو تا اینجا بهم گفتی ضمیر کلمه‌ای که به جای اسم یا عبارت اسمی میاد. چه نوعشو به من نگفتی. میگم درست میگی. بعدی مای که اینجا اومده ضمیره، میگی نه، بعد مای کلمه کار اومده، مای کار. چون همراه با یک اسم اومده پس این ضمیر نیست. چیه؟ این صفت ملکیه. بچه‌ها من تو یه ویدیویی کامل براتون راجع به تفاوت ضمیر ملکی possessive pronouns و صفات ملکی یا صفت‌های ملکی adjective pronouns رو کاملا توضیح دادم. این ویدیو رو ببین. اگه نمیدونی ضمیر ملکی و صفت ملکی چیه، اول ضمیر ملکی رو تو همین ویدیو یاد بگیر، بعد برو تو دیسکریپشن همین ویدیو راجع به صفت ملکی و تفاوتش با ضمیر ملکی هم یاد بگیر. پس تا اینجا پس یاد گرفتی که وقتی من میگم به جای اسم و به جای عبارت اسمی میاد، این this میشه ضمیر، این my میشه صفت ملکی تو همراه با یک اسم اومده. سوال this car is mine. this اول که نشون دادیم آیا این یک ضمیره؟ میگی نه، این همراه با یک اسم اومده پس این ضمیر نیست. این چیه؟ این صفت همراه با یک اسم اومده. تو میگی وای چقدر سخت شد. این this و این this نه اسپل املاشون فرق داره نه تلفظشون فرق داره. پس از کجا من تشخیص بدم اولی ضمیر دومی صفت؟ میگم از شاه کلید استفاده کن. همراه با اسم میشه صفت، بدون اسم و به جای اسم میشه ضمیر. تا اینجا اوکی؟ تا اینجا اوکی؟ بچه ها من فقط دارم بهتون شناسایی ضمیرها رو فعلا میگم، انواعش رو نمیگم. حتی بهتون نمیگم این شناسایی ضمیرها چه کمکی بعداً بهتون میکنه. فقط دارم راجع به شناسایی ضمیرها بهتون میگم. حالا این ماین رو ببین. من اگه ازت بپرسم ضمیر هست یا نه چی من جواب میدی؟ میگی بله ماین ضمیر تنها اومده، بعدش یک اسم یا عبارت اسمی نیومده، پس این ماین به جای یک عبارت اسمی یا به جای یک اسم اومده. پس الان یاد گرفتی ضمیر چیست،
ضمیر به جای اسم و عبارت اسمی میاد. تفاوتش با صفت ها چیه؟ صفت ها همراه با اسم یا عبارت اسمی میان. بعضی وقتا خیلی شبیه میشن، نه اسپل فرق داره نه تلفظ فرق داره. تا اینجا فقط میخواستم ذهنتو درگیر کنم. تا اینجا اوکی؟ حالا که براتون توضیح دادم ضمیر چیه، دو تا شاه کلید برات معرفی کردم، گفتم به جای اسم یا عبارت اسمی میاد. دو، هر ضمیری یک مرجع ضمیر داره که اینها با هم مطابقت دارن. دارم رو شاه کلید اول هیمونوف میدم با صحبت میکنم. حالا که بهت گفتم ضمیر چیه، شناختیش، بیا بهت بگم انواع ضمیرها کدوم هست تا بتونی دسته‌بندی کنی اونها رو تو ذهنت که بعد بتونی اونها رو استفاده کنی. سوال: لازمه که انواع رو حفظ کنم؟ میگم نه، لازم نیست که بدونی سابجکتیو، ابجکتیو، پوزیسیو، نه این کلمات رو لازم نیست حفظ کنی، اما ضمیرها رو دیگه باید حفظ کنی، ضمیرها رو باید بلد بشی. مگه ما تو فارسی من، تو، او، ما، شما نمیگیم؟ اینا رو هم بلد باشی تو انگلیسی که بتونی استفاده کنی. دایره لغات اینها رو باید داشته باشی، دایره لغاتشون رو باید حفظ کنی. کاربردش من برای جا میندازم، ولی تو باید اینها رو تو دایره لغاتت بگنج. خب، انواع ضمیرها. ضمیر کلمه است که به جای اسم یا عبارت اسمی میاد. چرا انقدر تکرار میکنی؟ چون این قسمتی که شما همتون اشتباه میکنید. هنوز نفهمیدید که به جای اسم یا عبارت اسمی میاد چیه. به جای اسم و عبارت اسمی میاد و 10 نوع داره. Subjective pronoun ضمیر فاعلی. Objective pronoun ضمیر مفعولی. Possessive pronoun ضمیر ملکی. تو بعضی از کتاب‌های گرامر به این دوتا، تو بعضی دیگهشون به این ستا چی میگن؟ میگن personal pronouns یا ضمایر شخصی. چرا گفتی؟ گفتم که بعدا اگه توی یه کتاب گرامر دیدی یا اگه یکی ازت پرسید بدونی پرسونال پرونامز ها چیز عجیب غریبی نیستن. تو دسته پرسونال پرونامز ها، تو این سبد پرسونال پرونامز ها، ضمایر شخصی 3 تا هست: سابجکتیو ضمیر فاعلی، ابجکتیو ضمیر مفعولی، پوزیسیو ضمیر ملکی. ضمیر ملکی که میگم از کلمه پوزیسیو، از کلمه پوزیشن یا پوزس میاد، یعنی دارا بودن. ضمیر ملکی داره مالکیت رو نشون میده. بریم سراغ شالومی. demonstrative pronoun ضمایر اشاره، reflexive pronoun و intensive pronoun. چرا با هم خوندم بهت میگم. reflexive pronoun میشه ضمایر انعکاسی، intensive pronoun میشه ضمایر تأکیدی. این دوتا رو هم میذارم توی دسته. اوکی. indefinite pronouns. indefinite pronoun میشه ضمایر نامعین. reciprocal pronouns. reciprocal میشه ضمایر متقابل. interrogative pronouns ضمایر پرسشی و relative pronouns ضمایر نسبی هم بهش میگه. اول از همه بهت بگم که من راجع به این دو دسته با صحبت نمی کنم، به این دلیل که این دو دسته من معتقدم اگر اینا رو بهت بگم تو گیج میشی، لزومی هم نداره، کاربردی هم نداره دسته ضمایر با اون مفهوم ضمایری که ما میگیریم. پس راجع به این دو دسته بهت بگم که من صحبت نمی کنم، ولی برای بعضی از شماها که خیلی ایدئالگرایین، پرفکشنیستیم، میخواین همه رو بدونید، دارم بهتون میگم 10 نوع ضمیر هست که من براتون معین کردم. یه بار دیگه بخونم: ضمایر فاعلی، ضمایر مفعولی، ضمایر ملکی، ضمایر اشاره، ضمایر انعکاسی، ضمایر تأکیدی، ضمایر نامعین و ضمایر متقابل. دو تای دیگه هم ضمایر پرسشی و ضمایر نسبی هستن که من راجعش صحبت نمی‌کنم، چون این دوتا مربوط میشه به جمله سازی. من باید بیام راجع به جمله سازی بهت بگم که این رو بفهمی، نمیشه از وسط بیام برات بگم، برای همین نمیگم، ولی تو بدون هست. کجاها میگی؟ اونجایی که دارم راجع به جمله واره های وصفی و اونجایی که دارم راجع به WH question word ها
جمله سازی با کلمات پرسشی WH مثل when, who, what, whatever, whoever صحبت میکنم. این دوتا رو میگم، نگران نباش. تو ویدیوهای بعدی اگه من رو دنبال کنی حتما بهت میگم. پس اگه میخوای اون ویدیوها رو هم ببینی یادت باشه اون دکمه سابسکرایب رو بزنی و لایک هم کن که بتونن بقیه دوستان از این ویدیو استفاده کنن. اما قبل از اینکه من بیام دونه به دونه این 8 اصلی رو برات توضیح بدم، بذار یه چیزی رو یادآوری کنم که قبلا تو ویدیوهای قبلی گفتم که تو گیج نشی. ببینیم بچه‌ها، من گفتم که ضمیر کلمه‌ای که به جای نام یا اسم میاد دیگه. اینو 20,000 بار الان تو این ویدیو تکرار کردم به این دلیل که تو همیشه هم اشتباه. پس ضمیر به جای نام میاد. اوکی؟ اسم ها 2 تا نقش گرامری اصلی دارن. آیا نقشای دیگه ای دارن؟ بله. میخوای راجبشون صحبت کنی؟ خیر. چرا صحبت نمی کنی؟ بهت میگم. فقط گوش بده به من. اسم ها 2 تا نقش گرامری اصلی دارن. یک، فاعل جمله میشن، مثل John goes to the school. یا نقش دومش مفعول جمله میشن. I saw Marie. مفعول جمله میشن. بذاریم من مثال رو پاک کنم، بذاریم این زیری بنویسم بعد دوباره. پس مفعول جمله میشن. اوکی؟ مثل جمله I saw Mary. تو جمله اول جان که یک اسمه فاعله. تو جمله دوم مری که یک اسمه مفعوله. دوباره ضمیر کلمه است که به جای اسم میشینه. خب اینو باز گفتید چرا؟ حالا میخوام جمع بندی کنم براتون. ضمیری که بیاد به جای اسمی بشینه که این اسم فاعل جمله است میشه ضمیر فاعلی. باید اونجا از ضمیر فاعلی استفاده کنیم. و ضمیری که میاد به جای یک اسمی میشینه که تو نقش مفعول جمله است میشه ضمیر مفعولی. باید از ضمیر مفعولی استفاده کنیم. پس الان یاد گرفتی که ضمیر فاعلی و ضمیر مفعولی چیا هستن. چرا ما ضمیر فاعلی داریم؟ چون اسم میتونه فاعل یا مفعول باشه، پس ضمیر هم میتواند فاعل یا مفعول باشه. ضمیری که تو جایگاه فاعله باید از ضمیر فاعلی استفاده کنی. ضمیری که تو جایگاه مفعول استفاده میکنی باید از ضمیر مفعولی استفاده کنی. اینو برای جان گفتم چون بعدا این دوتا رو با هم هی قاطی نکنیم. حالا یاد گرفتی؟ میخوایم تو ادامه بریم سراغ دونه به دونه اینها. ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر ملکی، ضمیر انعکاسی، ضمیر تأکیدی، ضمیر اشاره، ضمیر نامایه و ضمیر متقابل. بریم سراغ اولی. ضمیرها، ضمیر فاعلی یا ضمایر فاعله، subject pronoun، ضمایر فاعلی. دیگه این رو ما تو فارسی هم داریم، شما هم بلدی، میتونیم به من بگی. ما در فارسی مثنا نداریم خوشبختانه. در عربی داریم، میدونی. در انگلیسی هم مثنا نداریم. در فارسی داریم یا مفرد است یا جمع. در عربی هم داریم مفرد مثنا جمع که میذاریمش کنار. در انگلیسی هم داریم یا مفرد است یا جمع. پس ما مثل فارسی مفرد و جمع داریم، سینگولر و پلورال داریم. خب و اولین شخص داریم، دومین شخص داریم که مخاطب من هست و سومین شخص داریم که من و شما داریم راجع به اون صحبت میکنیم. پس اولین شخص جمع، دومین شخص جمع، سومین شخص جمع. اولین شخص مفرد، دومین شخص مفرد و سومین شخص مفرد.
یه چیز دیگه ای هم هست، این خیلی ساده است، فقط برای اونایی که خیلی گیج میزنن بعضی وقتا هی قاطی میکنن، من دارم اینا رو توضیح میدم. پس مفرد و جمع رو که فهمیدید، اولین شخص و دومین شخص و سومین شخص هم فهمیدید. ما در سومین شخص مفرد، فقط سومین شخص مفرد، بین میل یعنی مذکر، فیمیل یعنی مؤنث و thing یعنی شیء، اینجا تو انگلیسی تفاوت قائل میشیم. ببینیم بچه‌ها این چارتی که الان هست دارم بالا پایین میکنم قسمت زرد رنگو ببینید. من اینجوری پس میخونم: first person singular اولین شخص مفرد، second person singular دومین شخص مفرد، third person male singular سومین شخص مفرد مذکر، سومین شخص مفرد مذکر، third person female singular سومین شخص مفرد مؤنث female، third person things singular سومین شخص مفرد برمیگرده به اشیا. این که اشیا هم هست راجع به حیوانات هم هست. من things نوشتم که شما یاد اشیا و اینها بیافتید. اما جمع راحته، first person plural، second person plural و third person plural هست. پس این رو الان برای جا انداختم دیگه، تو از جدول‌های بعدی دیگه راجع به صحبت نمی‌کنم. حالا من تو جمله میارم اینا رو، این ضمایر رو شما باید زحمت بکشی وقتی داری اینا رو با خودت مرور می‌کنی، این ضمایری که من الان پرش می‌کنم اینجا یاد بگیری. کاربردش که بهت گفتم، ضمیر هست یعنی به جای اسم میشینه. کاربردش که بهت گفتم، ضمیره یعنی به جای اسم میشینه. سابجکتیو یعنی این ضمیری که الان داره به جای اسم میشینه نقش فاعل جملت رو داره. اولین شخص و دومین شخص و سومین شخص و مفرد و جمع و مذکر و مؤنث و ارجاع به اشیا و یا حیوانات هم برای توضیح دادم، لطفا دیگه گیج نزن. خب حالا ضمیرهای فاعلی رو بخونیم. first person singular، شما که بلدید، اونایی که بلدن با من بگن first person singular اولین شخص، یه رنگی بذارم که معلوم باشه، اولین شخص مفرد میشه I am going to the store. سومین شخص مفرد you are a good student. سومین شخص مفرد male he is playing soccer. سومین شخص مفرد female she is reading a book. سومین شخص مفرد اشیا it is raining outside. حالا ببینیم جمع. اول شخص جمع فاعلیه بچه ها، we are learning English. دومین شخص جمع you are my friends. سومین شخص جمع they are good students. این اضافه است چون مفرد میکنه غلط میشه students. خب پس حالا ضمایر رو با هم مرور کنیم. ضمایر فاعلی I, you, he, she, it, we, you, they همشون تو جایگاه فاعل جمله قرار گرفتن. به جای اسم یا عبارت اسمی دارن استفاده میشن و در نقش فاعلن. پس ضمیر فاعلی. اوکی؟ ضمیر مفعولی، ضمیر رو دوباره برای توضیح دادم که یعنی چی. کلمه است که به جای اسم یا عبارت اسمی میشینه. ابجکتیو بودنش هم بهت گفتم که داره به عنوان مفعول جمله یا مفعول حرف اضافه استفاده میشه. بچه‌ها من توی ویدیویی راجع مفعول جمله و مفعول حرف اضافه صحبت کردم، حتما برید اون ویدیو رو ببینید. اگه نمیدونی مفعول حرف اضافه و مفعول جمله چیه، حتما برید اون دوتا ویدیو رو ببینید. من تو دیسکریپشن هم میذارم. اگه نمیدونی این ویدیو رو کامل ببین، باز برو اطلاعاتت رو کامل کن. خب
دوباره همینا اولین شخص، دومین شخص، سومین شخص مفرد، اولین شخص، دومین شخص و سومین شخص جمع. مفرد سومین شخص میل، فیمیل و things داره. با هم کامل کنیم بچه‌ها. She gave the book to me. I help you with your homework. The teacher praised him for his hard work. He called her to tell her the news. I can't believe it happened. They invited us to the party. I'll see you tomorrow. The dog chased them around the yard. ببینید بچه همه این ضمایر در نقش مفعول، چه مفعول جمله چه مفعول حرف اضافه قرار گرفتند. برای همینه که ما داریم ضمیر استفاده میکنیم از نوع مفعولی. یه بار با هم ضمایر مفعولی بخونیم. me, you, him, her, it, us, you, them. ضمیر مفعولی. حالا بریم سراغ ضمیر نوع سوم، ضمیر ملکی. ببین کلمه ملکی رو دارم میگم، از کلمه مالکیت میاد، پس داره مالکیت رو نشون میده. اوکی؟ دوباره ضمیر است، یعنی همراه با اسم یا عبارت اسمی نمیاد، به جای اسم یا عبارت اسمی میاد. یه نکته possessive هست، از کلمه possess یعنی دارا بودن، یعنی مالکیت رو داره نشون میده. اولین شخص مفرد this is mine. دومین شخص مفرد is that yours. سومین شخص male the blue car is his. سومین شخص مفرد female the red dress is hers. سومین شخص مفرد things the cat is cleaning. این بچه ها این مثالش غلط ها، نگاه کنید. اگه من می‌نویسم it's fur، این چون همراه با فر اومده غلطه. یادتون باشه که سومین شخص مفرد برای اشیا it's هست، it's. خب بریم بعدی. سومین شخص ببخشید اولین شخص جمع the house is ours. دومین شخص جمع the decision is yours. سومین شخص جمع this is theirs. ضمایر ملکی میشه mine, yours, his, hers, its, ours, yours و theirs. نکته‌ای که باید بهش دقت کنی اینه اونا رو با صفت ملکی اشتباه نگیریم. بین ضمیر ملکی و صفت ملکی تفاوت. من توی یه ویدیوی کاملا توضیح دادم، بازم میگم اون رو تو دیسکریپشن میذارم، حتما برید ببینید. دقت داشته باشید که صفت کلمه است که همراه اسم میاد، بزرگترین تفاوتشه. و ضمیر کلمه است که به جای اسم میاد. همین رو یاد بگیری تو صفت ملکی و ضمیر ملکی هم یاد گرفتی. ولی برو اون ویدیو رو هم اگر میخوای مطمئن بشی، تسلط پیدا کنی، یه نگاهی بهش بنداز. خب بریم سراغ ضمیر بعدی. ضمیر بعدی ضمایر دمونستریتیو یا ضمایر اشاره هست. خب دوباره میگم ضمیر، پس به جای اسم میاد و اشاره است، داره اشاره میکنه دیگه.
ما یا به دور اشاره میکنیم یا به نزدیک، near یا دور. این اشاره این که میکنیم یا به یک چیزه یا به بیش از یک چیز، به چند چیزه. خب متعاقب همین 4 نوع ضمایر اشاره داریم، خیلی هم ساده است. اگه به نزدیک اشاره کنیم، ببین الان داریم به نزدیک اشاره میکنیم و مفرده، به یک چیز داریم اشاره میکنیم، میشه this is my book. اگه به دور اشاره کنی و مفرد باشه میشه that is her book. this that. اگه به نزدیک اشاره کنی و بیش از یکی باشه، جمع باشه، که these are my shoes. these are my shoes. اگه به دور اشاره کنی و جمع باشه میشه those are their bags. پس اشاره به نزدیک مفرد this، اشاره به دور مفرد that، اشاره به نزدیک بیش از یکی جمع these، اشاره به دور those. اوکی؟ من بالا هم که براتون مثال زدم این this بود، these بود، اینا رو دقت کنیم. خب ببینیم بچه ها، من 2 تا چارت رو کنار هم نوشتم. دقت داشته باشید که کلمات خیلی شبیه هم، یعنی اصلا خود همن دیگه، نه اسپل فرق داره، نه پرونانسیشون فرق داره، نه تلفظ، نه هیچ چیزشون فرق نداره. هر دو هم اشارن. تو به من بگو کدوم دسته ضمیر اشاره است، کدوم دسته صفت اشاره است. یه لحظه به اینا نگاه کن و با هم بگو. حالا اگه ازت بپرسم سمت راستی ها this book, that car, these shoes, those bags، اینا ضمیر اشاره یا صفت اشاره، من چی میگی؟ میگی آفرین اینها همراه با اسم اومدن، پس صفت اشارن، demonstrative adjectives هستند. اما این دسته سمت چپیا تنها اومدن، همراهشون بعدشون یک اسم نیست، پس اینها ضمایر اشاره هستند. پس تفاوت صفت اشاره و ضمیر اشاره همینه که صفت اشاره همراه با اسم و ضمیر اشاره بدون اسم، بلکه به جای اسم و جایگزین اسمشو میاد. این رو هم بهش دقت کن، این رو هم بذار هی تو ذهنت که تفاوت اصلی صفت و ضمیر همینه. صفت اشاره و ضمیر اشاره تفاوتشون همینه، صفت ملکی و ضمیر ملکی تفاوتشون همینه. علاوه بر اون که صفت ملکی و ضمیر ملکی کلماتشون هم فرق داره، اما در اشاره اتفاق نمیفته. مثلا دارم میگم کلماتشون فرق داره، من اونجا دارم mine ولی برای صفت اشاره دارم my book. این my و mine فرق داره. برو اون ویدیو رو نگاه کن بعد این ویدیو. ضمایر بعدی که دارم بهتون یاد میدم، 2 دسته رو گفتم کنار هم با هم اینجوری کردم، گفتم توی سبد قرارشون میدم. ضمایر انعکاسی و ضمایر تأکیدی. من فقط تو مرحله اول بیام این ضمایر رو براتون بگم، یعنی بگم ضمایر انعکاسی و ضمایر تأکیدی اول شخص، دوم شخص، دوم شخص چی میشه. اول شخص مفرد میشه myself. چه برای ضمایر انعکاسی و چه برای ضمایر تأکیدی این کلمه‌ای که الان می‌نویسم فرق نمی‌کنه، همش myself. myself. دومی شخص yourself. دومی شخص yourself. سوم شخص میل himself. دومی شخص himself برای میل. سومی شخص فیمیل
herself herself و آخری itself ببینید ضمیرها تغییری نکرده تو اولین شخص و دومین شخص و سومین شخص. ادامه بدم جمعشون هم بنویسم. اولین شخص جمع ourselves دومین شخص جمع yourselves سومین شخص جمع themselves پس شد myself yourself himself herself و itself تو مفردها ourselves yourselves و themselves. اگه دقت کنید تو این چیزی که برات نوشتم چه تو ضمایر انعکاسی و چه تو ضمایر تأکیدی کلمات فرق نکرده. پس اینا تفاوتشون کجاه؟ میتونی به من بگی اینا تفاوتشون کجاه؟ تفاوتشون اینه بچه ها. اگر ضمیر رفلکسیو یا انعکاسی باشد، اگر ضمیر اینتنسیو یا تأکیدی باشد. ضمایر انعکاسی که گفتم برات ضمایری هستن که فاعل و مفعول جمله یکی هستند. بخونم این مثال برات. I cut myself while cooking. بریدم خودم رو، مثلا دستم رو بریدم زمانی که داشتم آشپزی میکردم. یا You need to believe in yourself. باید به خودت اعتماد داشته باشی. وقتی که از ضمایر myself, yourself, himself, herself و آخر تا آخرشون که themselves هست استفاده کردی، فاعل و مفعول یکسان شد، به این ضمیر اون وقت میگن ضمیر انعکاسی یا رفلکسیو. دقت کن وقتی ضمیرت انعکاسی یا رفلکسیوه تو نمیتونی حذف کنی ضمیر رو، چون جملت نیاز به مفعول داشت، مفعولم خودتی، چون خودتی از ضمیر انعکاسی استفاده کردی پس حذف نمیتونی بکنی ضمیر. اما ضمایر تأکیدی یک کمی داستانشو فرق داره. مثلا she herself baked the cake. توی این مثالی که الان برات خوندم she herself baked the cake تو بعد میتونی بگی she herself baked the cake. تو بعد میتونی بگی که حالا اگه بنویسی این مثال تو بعد میتونی بگی که مفعول این و فاعل این جمله که من بعد هایلایتش کردم اینجا فاعل و مفعولش کدومن؟ من بهت میگم. فاعلش که شیه، مفعولش هم the cake هست. سوال آیا فاعل و مفعول یکی هست؟ نه. دو تا چیز من اون کیک رو پخت. اوکی؟ پس این herself چیه؟ herself ضمیر تأکیدیه، میگه اون خودش تنها میخواد بگه خودش به تنهایی کیک رو پخته. پس در ضمایر اینتنسیو فقط برای تأکید میاد، فاعل مفعول یکی، فاعل و فقط برای تأکید میاد و فاعل و مفعول یکی نیستند. خب حالا که یکی نیستند من میتونم herself رو حذف کنم؟ بله میتونی، چون فقط جنبه تأکید داره. پس میتونی ضمیر رو حذف کنی. اما اگر بخوای تأکید کنی به خودت اون وقت باید ضمیر رو استفاده کنی. پس
ضمایر انعکاسی و ضمایر تأکیدی کلماتشون شبیه همه، کاربردشون فرق داره. اگر ضمیری که استفاده کردی فاعل مفعول یکی بودن، باید از ضمیر رفلکسیو استفاده کنی، ضمیر انعکاسی، و نمیتونی حذف کنی ضمیر. اما اگه فاعل مفعول دو تا کلمه متفاوت بودن، میتونی ضمیر رو حذف کنی، چون تو فقط برای تأکید اومدی از اون ضمیر استفاده کردی. برای جا افتاد؟ برای همین بود که اومدم ضمایر رفلکسیو، ضمایر انعکاسی و ضمایر تأکیدی رو گفتم توی دستند، چون کلماتشون که فرق نکرده، کاربردشونه که داره فرق میکنه. منم تفاوتشو بهت گفتم که یاد بگیری کاربردش کجاست. اوکی؟ این سراغ ضمیر بعدی، ضمایر نامعین. اولا بهت بگم همونطور که اسمش مشخصه، ضمایر نامعین برای کلماتی استفاده میشن که ما نمیدونیم، مثلا نمیدونیم چند نفره، نمیدونیم اسمش چیه، ما نمیدونیم. از ضمایر نامعین میخوایم بگیم یه تعدادی، پس از ضمیر نامعین یا اندفینیت استفاده میکنیم. نکته بعدی، ضمایر نامعین همونطور که اسمشون هم مشخصه، تعدادشون معین نیست. تعدادشون به این چیزی که من اینجا نوشتم محدود نمیشه. اما چرا اینا نوشتی؟ چون اینا پرکاربردترین ضمایر نامعینن. فقط من برات میخونم و معنی میکنم و بعد مهمترین قسمت ضمیر نامعین رو بهت میگم. پس ضمیر نامعین وقتی استفاده میشه که ما میخوایم راجع به شخص یا اشخاص صحبت کنیم که نمیدونن کیان، نمیدونن چند نفرن، ولی ما میخوایم راجعشون صحبت کنیم بدون اینکه اسمشون رو بگیم. نکته بعدی، یه نکته گرامری مهم داره و محدود به همین چند تایی که گفتم نمیشن. اوکی؟ فقط بخونم برات. No one, nobody, nothing, nowhere. هیچ کس، هیچ چیز، هیچ کجا. Someone, something, somewhere. بعضی افراد، بعضی چیزها، بعضی جاها. Anyone, anybody, anything, anywhere. هر شخصی، هر چیزی، هر کجا. Everyone, everybody, everything, everywhere. هر شخصی، هر جایی، هر چیزی، هر کجا. ببین، دو تا نکته رو میخوام تو قسمت ضمیر نامعین بهت بگم. نکته اول که تو تستا میبینی، مثلا اونایی که میخوان بیان تستای EPT MSRT بدن تو دوره ها، من میگم البته این رو، به املای نووان دقت کن که نووان یک کلمه است، یعنی هیچ کس، هیچ کس، هیچ کس، اما سر هم و کنار هم نوشته نمیشه، بلکه no one با هم فاصله میدن، برخلاف تمام کلمات دیگه ای که وجود داره. شما تو nobody, nothing, someone, something, anybody, anything هیچ کدوم نمیبینی ها، فقط no one این املا و اسپل خاصی رو داره. نکته اول. نکته دوم که خیلی از شماها باز اینجا ایراد دارید، من یه سری فعل ها رو برات اینجا قرمز کردم تو این جدوله. knows, is, smells, does, is. این فعل هایی که برات قرمز کردم نگاه کن. نکته مهم ضمایر نامعین همین فعل هایی که من برات قرمز کردم. میتونی به من بگی چیه این نکته؟ میتونی به من بگی؟ یه نگاه بهش بنداز. خیلی خوب، من تو کامنت حتما نکتهشو می نویسم، به این دلیل که راجع به ضمایر هست و نیست. بذار بگم، دلم نمیاد راجع تو کامنت فقط بنویسم. یه لحظه به خودت فکر کن، نگاه کن، ذهنتو مشغول کن که بتونی به یادگیریت کمک کنی. ببینید بچه‌ها، ضمایر نامعین، مثلا من اگه به شما بگم someone یا somebody، خیلی از شما فکر میکنید که somebody وقتی میگیم یعنی خب چند تا. اون وقت اگه بخوام فعل براش استفاده کنم باید فعل جمع استفاده کنم، بعد بگم somebody are. اما شما هر وقت این نکته رو برات
میخواستم تو کامنت بنویسم ولی الان بهت میگم. هر وقت ضمیر نامعین یا indefinite pronouns مثل someone, somebody, somewhere, no one, nobody, nowhere, everyone, everybody, everywhere، هر وقت اینا به عنوان ضمیر نامعین به عنوان فاعل استفاده شد، خب شما باید براش فعل بذارین دیگه. فعلی که میذارید فعل این کلمه همیشه و همیشه فعل مفرد میاد. یه وقت نری با خودت فکر کنی که somebody یا something یا somewhere معنی جمع میدن، چون معنی جمع میدن. بله معنیشون اصلا جمعه، منم منکرش نمیشم، اما از لحاظ گرامری حتما باید فعل مفرد براش استفاده کنی، حتما باید فعل مفرد استفاده کنی. برای همینه که نوشتیم everything is، everyone is به این فعل مفرد. does anyone فعل مفرد. something smells delicious فعل مفرد. someone is فعل مفرد. no one knows فعل مفرد. بقیه جا چرا فعلاشو من قرمز نکردم؟ گفتم هر وقت داره به عنوان فاعل جمله استفاده می شود، به عنوان فاعل جمله استفاده می شود، شما بیا فعل مفرد استفاده کنید. فاعل جمله. اوکی؟ بریم آخرین ضمیری که هست، خیلی هم ساده است. ضمایر reciprocal یا ضمایر متقابل. reciprocal ها و متقابل ها دو تا ضمیر بیشتر نیست. اول من براتون بخونم این دو تا ضمیر رو. یا each other یا one another. همین دو تا ضمیرن. اوکی؟ اما کاربردشون خیلی خاصه. خیلی خاصه. شما ضمایر متقابل رو زمانی استفاده می‌کنی که فاعل ها به هم تأثیر بذارن، حساشون به هم تأثیر بذاره، عملشون به هم تأثیر بذاره. یعنی من به شما، شما به من. اگه فاعل ها یا اون چیزایی که به هم تأثیر میگذارند دو تا باشن، فقط دو تا، از each other استفاده میکنیم. اما اگه بیش از دو تا باشن از one another استفاده میکنیم. مثلا میخوام بگیم که they love، شما اینو قبلا هم استفاده کردید، each other، دو نفرن که همدیگر رو دوست دارن. پری و اصغر همدیگر رو دوست دارن. اوکی؟ این پری و اصغر دو نفرن، چون دو نفرن این عشقشون به هم دو نفره است. each other استفاده میکنیم. تو مثال بعدی که راحت‌تر میتونین دو نفر بودن رو درک کنیم. The two countries sign a treaty to respect each other. پس two countries دو تا کشورن که دارن به هم این معاهده رو امضا میکنن که به هم احترام بذارن. اگر تأثیرشون به هم دوتایی با هم بود each other، اما اگه تعداد اون آدمایی که یا اون چیزایی که داشتن به هم تأثیر میگذاشتن بیش از دوتا بود، اون وقت از one another استفاده میکنن. توی کلاس چند تا دانش آموز هست؟ خیلی 10 20 15 بیش از دوتاست دیگه. The student help one another with the project. به هم داشتن کمک میکردن. این کمک کردنشون اینا بیش از دوتا بودن که داشتن به هم کمک میکردن. اینا تو یه گروهی بودن داشتن به هم کمک میکردن. One another. We should all try to understand one another. پس reciprocal ها دو تا ضمیر بیشتر نیستن. یا each other هم که وقتی که این تأثیر به هم فقط از جانب دو نفره each other رو استفاده میکنه. مثل love، مثل این مثال sign a treaty، معاهده رو امضا کردن.
اما بیش از 2 نفر اگه باشن اون وقت one another استفاده میکنه. بچه ها پس من توضیح دادم ضمیر کلمه‌ای است که به جای اسم یا عبارت اسمی میاد. انواع ضمیرها رو برات گفتم: subjective, objective, demonstrative, possessive, reciprocal. همه این هشته اصلی رو برات گفتم اون دوتای دیگه که اینتراگاتیو ها بودن و ضمایر پرسشی بودن و رلاتیو ها ضمایر نسبی رو گفتم بذار تو جمله سازی برات بگم، اصلا کاربردش اینجا معنی نداره. یه قسمتی مونده که هنوز نگفتم. گفتم که هر ضمیری یک مرجع ضمیر هم داره. اگه دوست داری راجع به نکته این شاه کلید دوممون من دوباره یه ویدیوی جداگانه بسازم، حتما تو کامنت برام بنویس شاه کلید که من راجع به ضمیر، مرجع ضمیر و مطابقت هاشون برات یه ویدیو بسازم. برای اینکه کاربردش یاد بگیری اول باید دسته‌بندی ها رو یاد بگیری. من کاملا برات توضیح دادم که هر دسته‌بندی کجا استفاده میشه. تا ویدیو بعدی، خدا یارو همراهتون، خدا نگهدارتون.